سلام دوستای گل من، امروز حالتون چطوره؟ هر جا که هستید امیدوارم حالتون عالی باشه. دلم برای اینکه دوباره با شما همراه بشم و دوباره باهاتون صحبت کنم پر میکشید و هر روز لحظه شماری میکنم تا باهاتون همراه بشم. خب عزیزای دلم، تا اونجای قصه زندگی علی آقا و خانوادش رو با هم دنبال کردیم که گلنار خانوم برای بار اول باردار میشد و قرار اولین نوه هر دوتا فامیل یعنی هم پدری و هم مادری رو به دنیا بیاره. وای خدای من، حالا چقدر گلنار برای همه عزیز دردانه شده بود. اوایل فصل بهار بود و مردم محله کم کم خودشون رو آماده میکردن که کار کشاورزی رو در مزارع برنج شروع کنن. مردم داشتن خزانه ها رو برای نشای برنج آماده میکردن که مادرم متوجه حس و حال عجیبش شد و بعد چند روز به پزشک مراجعه کرد. متوجه بارداری خودش شد. وای چه خبر خوشحال کننده‌ای بود برای علی آقا و خواهر کوچیکترش. عمه نوجوان انگار بیشتر از هر کسی دیگه‌ای دلش میخواست که این بچه رو زودتر ببینه. خلاصه که خبر بارداری به کل ایل و فامیل رسید و چون خانواده گلنار خیلی نگرانش بودن، پیشنهاد دادن که اون سال رو مادرم بر روی زمین کشاورزی کار نکنه و این کار رو خاله هام و داییان به جای مادرم انجام بدن و پدر و مادرم هم برای گذراندن فصل گرما به مناطق ییلاقی کوچ کنن و اواخر بهار و فصل تابستون رو کلاً اونجا سپری کنن. اون موقع ها مثل الان امکانات رفاهی وجود نداشت و مردم محل برای اینکه از گرمای تابستون در امان بمونن معمولاً به نقاط کوهستانی که سرد سیرتر بود کوچ می‌کردن و هم فصل گرما رو اینجوری در امان بودن و هم دامهاشون رو توی مراتع ییلاقی که علوفه بیشتری داشت چراگاه ها می‌بردن. اما اون سال مادرم فارغ از همه مسئولیت‌هاش بود و قرار بود فقط برای تفریح و استراحت به ییلاق بره. خلاصه تقریباً اواخر اردیبهشت ماه بود که مادر و پدرم بار سفر رو می‌بندن و به همراه عمه کوچیکترم به مناطق کوهستانی سفر میکنن. اوایل خیلی داشت به همه خوش میگذشت. هر کسی سرش به کار خودش بود. عمه تو کارهای خونه به مامانم کمک میکرد و گلنار خانم هم گاهی توی تنوری که پدرم درست کرده بود نان محلی میپخت و گاهی هم آشپزی. و پدرم هم گاهی حصار چوبی اطراف زمینها رو ترمیم میکرد و گاهی علوفه های اضافه باغ رو درو میکرد و برای فروش بسته‌بندی و خشک میکرد. بعضی وقتا هم صبح زود برای آوردن هیزم یا شکار پرندگان وحشی بیرون میرفت و در همین حال که زندگی به آرامی میگذشت در محله هم غوغایی بود و دایی‌ها و خاله‌ها مشغول آباد کردن مزارع و کاشت برنج بودن. یکی مزرعه رو با موتور کشاورزی شخم میزد، یکی داشت نشا رو آماده میکرد و خلاصه حسابی همه مشغول بودن. تا اینکه علی آقا برای پدرخانوم و مادرخانومش پیغام میفرسته که اونا چند روزی بیان ییلا پیش مادرم بمونن که علی آقا برگرده محل و به دایی و خاله هام کمک کنه و بعد چند روز پدر بزرگ و مادر بزرگم میان ییلا پیش مادرم و پدرم از کوهستان به محله برمیگرده. کمی تو کارهای مزرعه به بقیه کمک میکنه. کارها تقریبا داشت تموم میشد و بیشتر مزرعه رو کاشته بودن که یه شب علی آقا به همراه 3 تا از دایی‌هام و چند تا از دوستاش که در آینده 2 نفر از همون دوستاش با خاله هام ازدواج کردن و الان شوهر خاله هام هستن تصمیم میگیرن برای شکار ماهی برن. قدیم ها مردای محله دست جمعی برای شکار ماهی میرفتن. اونا چوبای بلندی درست میکردن و یه میله نوک‌تیز آهنی رو روی نوک چوب محکم میبستن و تو تاریکی شب از ابتدای رودخونه شروع میکردن با چراغ قوه توی آب نور مینداختن و کم کم به طرف سرچشمه میرفتن. توی مسیر گاهی انواع ماهی‌ها مثل کفار، قزل‌آلا و ماهی سفید، کپور و غیره را شکار میکردن. این شکار تا دمدمای صبح که هوا روشن نشده بود ادامه داشت و معمولاً همیشه دست پر با انواع ماهی‌های بزرگ و کوچیک برمیگشتن. اون شب هم که تقریبا 7 یا 8 نفر بودن با هم به رودخونه رفته بودن، به علاوه چراغ قوه‌ای که هر کدومشون جداگانه داشت،
چند نفری هم چراغ زنبوری همراه داشتن. چراغ زنبوری یه وسیله روشنایی بودش که سوختش با نفت بود و یه توری نازک داشت که بعد از روشن شدن اون توری نازک روشنایی خوبی تولید میکرد و مردم در زمانهای قدیم که برق نبود از این چراغ برای روشنایی استفاده میکردن. اون شب که پدرم با دوستاش به شکار رفته بود تقریبا اواخر فصل بهار بود و همه جا از علف‌های بلند پوشیده شده بود. یه مسیری که باید میرفتن تا به رودخونه برسن تقریبا انتهای روستا بود. اونجا دیگه هیچ منزل مسکونی نبود و تقریبا جنگل انبوه بود و دار و درخت و گیاهانی که رویده بودن همه جا تیره و تار کرده بودن و تنها روشنایی آنها همین چراغ زنبوری و چراغ قوه‌ای توی دستشون بود. خلاصه که شروع میکنم به پیاده روی و بعد از کمی راه رفتم میرسم به قبرستان محل که همین جاده باریکی که باید ازش عبور میکردن. از وسط این قبرستان بایستی میگذشتن تا به رودخونه‌ای که برای شکار میخواستن برسن. همین که نزدیک قبرستان میشن انگار پدرم صدای پا تو نزدیکی میشنوه و به اطراف خودش نگاه میکنه. داییم که داشت نزدیکش راه میرفت به دایی میگه یک لحظه صبر کن، راه نرو. اونم میمونه و دو نفری ساکت میایستن. اما صدای پا انگار مال یک نفر نبود، انگار چندین نفر توی علفزار بغل دستشون میدویدن. صدای پاها نزدیکتر میشد. پدر به بقیه میگه که از توی جنگل و علفزارها صدای پا شنیده. یه افراد هم با کمی ترس و لرز میگن که آره ما هم شنیدیم و همگی تصمیم میگیرن که با هم حرکت کنن و از همدیگه دور نشن. اون موقع ها مردم محلی میگفتن که اون قبرستون جن یا موجودات عجیب و غریبی داره که شبها کسی از ترس جرأت نمیکرد که به اونجا بره. ولی پدرم که آدم نترس و شجاعی بود انگار به خیالش نبود و ترجیح میداد از همون راه میونبر که نزدیکتره بره تا به رودخونه برسه. خلاصه که گروهی شروع میکنن به حرکت ولی صداها هر لحظه داشت بیشتر و بیشتر میشد تا اینکه اونا واقعا حس کردن که یه سری افرادی که دیده نمیشن در اطراف اونا به این طرف و آن طرف میدون. وقتی علی آقا و دوستا چراغ قوه رو به اطراف میزنن میبینن که علفا دارن زیر پای اینا خم میشن و میشکنن ولی هیچ شخصی دیده نمیشه. در همین حین اون موجودات شروع میکنن به پرت کردن سنگ‌های کوچک که پدرم میگفت سنگ‌ها تقریباً اندازه گردو میشدن. سنگ‌ها طوری پرتاب میشدن که انگار میلیمتری هدف گرفته شده بودن و شتاب و سرعت خیلی زیادی داشتن. گاهی سنگ‌ها از بغل گوش، گاهی از جلوی صورت و گاهی هم جلوی پای ما میافتاد. پدرم بعدها برای ما تعریف میکرد که اونا طوری سنگ‌ها رو پرتاب می‌کردن که از داخل دسته چراغ زنبوری که توی دست اونا بوده میشده ولی نه به اونا میخورده و نه به چراغشون. پدرم به دوستاش میگه که نترسن و ادامه بدن تا هرچه زودتر از قبرستان خارج بشن. باید اوضاع آرومتر بشه اما انگار بیفایده بود. هرچی بابام و دوستاش سعی میکردن سریعتر راه برن انگار داشت به تعداد اون افراد ناشناخته هم اضافه تر میشد. و خلاصه پدرم و دوستاش توی مسیر این افراد بودن و در این میان بعضی از دوستای پدرم بدجور ترسیده بودن و انگار دیگه حتی قادر نبودن که یک قدم دیگر جلو بروند و بدجور کم آورده بودن. ولی پدرم تصمیمش برای ادامه مسیر جدی بود و سعی داشت بقیه رو آروم کنه. خلاصه به هر زحمتی که بود از قبرستان عبور میکنن و کم کم حمله ها هم کمتر میشد و صدای پاها کمتر و کمتر میشد تا جایی که دیگه هیچ صدای پایی شنیده نمیشد. اوضاع کمی آرومتر میشد ولی دوستای پدرم که خیلی ترسیده بودن پیشنهاد میکنن که از مسیر دیگری به خانه برگردن و دیگر برای شکار نروند. و پدرم هم که میبینه بقیه ناراحت هستن تسلیم میشه و برمیگرده. تقریبا 2 ساعت دیگه به خونه میرسن اما فردای اون روز که آغاز خوبی برای پدرم نبود چون هم چند نفر از دوستاش خیلی بیمار میشن به طوری که یکی از اونها برای چندین ماه توی بستر بیماری میفته و نزدیک بوده جونش رو از دست بده و هیچ دکتری هم قادر نبوده بیماری اون بنده خدا رو تشخیص بده. و از طرف دیگر اون شب در ییلاق حال مادرم بدجوری خراب میشه و به خودش از درد میپیچه و اونجا نه وسیله نقلیه‌ای بوده که مادرم رو به شهر بیاره و نه پزشکی که به دادش برسه
و مادر با همان درد و شدت درد تا صبح تحمل میکنه. نزدیکای صبح بوده که مادرم به خونریزی میفته. بیچاره مادر بزرگم و پدر بزرگم هر کاری رو که بلد بودن انجام میدن اما فایده ای نداشت. خونریزی ادامه داشت تا زمانی که صبح میشد و پدر بزرگ با وسیله نقلیه‌ای که پیدا میکنه دخترش رو به شهر برمیگردونه. زمانی که مادرم پیش دکتر میرسه بچه توی شکم مادرم خفه شده بوده و دکتر مجبور میشد بچه رو سخت کنه. این مسئله باعث ناراحتی کل خانواده میشد و همه افراد خانواده از این امر غمگین و ناراحت بودن، خصوصا پدرم که به نوعی خودش رو مقصر این ماجرا میدونست. برای اینکه همسر باردارش رو تنها گذاشته بود و هم به خاطر ماجرای اون شبی که در قبرستان محله اتفاق افتاده بود، پدرم پیش خودش فکر میکرد اگر اون مسیر شوم رو برای رفتن به شکار انتخاب نمیکرد، شاید الان یه بچه بیگناه توی شکم مادرش بود، آسیبی بهش نمیرسید و از این بابت خیلی عذاب وجدان داشت. اما بعد از سخت بچه مادرم هنوز هم درد داشت و این درد انگار توی کل بدنش پیچیده بود. از درد دیشب و قسمت کمر بدنش بیشتر شکایت میکرد تا اینکه 2 یا 3 روزی که از این اتفاق گذشته بود، یک روز مادرم گلنار به عمم میگه بیا پشت بدن من رو ببین، شاید چیزی شده که من انقدر درد دارم. و وقتی عمه لباس مادرم رو بالا میزنه تا پشت کمر مادرم رو ببینه، با صحنه عجیبی روبرو میشه. رد یک دست روی بدن مادرم بود که انگار با یه ضربه سنگین به پشتش ضربه زده باشن. جای دست کلن روی بدن مادرم کبودی ایجاد کرده بود. وقتی بزرگترها از این کبودی باخبر شدن، به این نتیجه رسیدن شاید موجودات ماورایی مثل جن یا دیوی که اون شب پدرم اینا رو دنبال کرده بود خواستن اینطوری از پدرم انتقام بگیرن که چرا وارد محدوده اونها شدن و اینطوری به مادرم آسیب زدم و باعث سخت شدن اون بچه بیگناه شدن. و مادرم تعریف میکنه که اون کبودی تا سالها روی بدنش بوده و الان هم آثاری ازش روی بدن مادرم به جا مونده. اینجا پایان قصه نیست، فقط یک پیچ غیر منتظر است. ادامش از اون چیزی که فکرشو میکنی عجیبتر و تکان دهنده تره. حتما قسمت بعدی رو ببین، چون اونجاست که همه چیز از ریشه تغییر میکنه.